یکی از رفقای ما خدا رحمتش کنه، من خیلی سال باهاش آشنا بودم، روحانی نبود، طلبه کفاش بود، با معرفت بسیار بزرگوار تو زمان طاغوت که حالا اونایی که سنشون اقتضا میکنه چه فاجعه‌ای بود تو خیابونها، چه وضعیتی بود کنار مسجد، عرق فروشی ها و به هر حال وضعیت فاجعه باری که تو بعضی از خیابونها بود، فساد علنی. ایشون میگفت من تو اون زمان اوج جوانیم بود، عفت و حیا داشتم، چشم میپوشیدم از نامحرم. واقعا همینجور بود. من یه چیزی 35 سال میشناختمش. میگفت من چشم از نامحرم میپوشیدم و مراقب خودم بودم، تا اینکه خدمت یکی از بزرگان در قم رسیدم برای اینکه مسیر به هر حال اخلاق و سیر و سلوک و تربیت رو پیش ایشون باشم. یکی از بزرگان قم، میگه خدمت ایشون رسیدم و دیگه رفت آمد میکردم، هفته یک بار حداقل از تهران میرفتم قم خدمت ایشون برای اینکه به هر حال استفاده کنم ازش. یه چند مدت که گذشت میگه دیدم منی که به راحتی تا دیروز چشم از نامحرم میپوشیدم، خیلی عذر میخوام، هی تحریک میشم که نگاه کنم، هی فشار بهم میاد که نگاه کنم. یه مرتبه تو صف نونوایی بودم، یه دختر خانومی اومد، وضعیت پوششش بسیار نامناسب، خیلی بد اومد، جون کندم تا چشم از او پوشوندم. دیدم خدایا بدتر شد، ما تا 2 روز پیش وضعمون بهتر بود، حالا که رفتیم تو مسیر اخلاق و تربیت و اینا بدتر شدیم. رفتم قم خدمت این استاد بزرگوار، بهشون گفتم آقا ما تا خدمت شما نیومده بودیم راحت بودیم، اومدیم بس که بدتر شدیم. گفت چطور مگه؟ گفتم اینجوری هی تحریک میشم گاهی موقع برای گناه. گفت واقعا همین درسته. گفتم چطور مگه؟ گفت تا اون موقعی که شما نیومدی بودی برای اینکه یک مسیری رو طی بکنی، شیطان خیلی واهمه نداشت، وحشت نداشت از شما، اما الان که داری مسیر قله رو داری میری بالا، شیطان داره هی فشار روت میاره. یه مقدار مقاومت بکنی راحت میکنه، یه مقدار مقاومت بکن. الان شیطان موجود متکبریه، با آدمای متکبر برخورد کردی 2 مرتبه بی محلی بکنید دیگه نمیاد طرفتون. آدمای متکبر رو 2 مرتبه آدم سلام نکنه بهشون، 2 مرتبه بی محلی بکنه، خب اونم چون متکبره نمیاد ناز شما رو بکشه که میره. شیطان متکبره، یه مقدار آدم باهاش مخالفت بکنه، اعتنا نکنه، میره. گفت راه درسته، تو داری میری بالا، اومده سنگ اندازی به تو میکنه. نفس از درون، شیطان از بیرون. تو عالم دنیا بلاها و رنجها که دیشب عرض کردم، عالم دنیا ماهیتش همینه که خدا بلا و سختی و رنج گذاشته، فقر و قرض و مرض و مرگ عزیزان و این مشکلات که عالم دنیا داره، بلاهای طبیعی و بلاهای انسانی و عالم. خب همه اینا رو آدم باید تحمل بکنه تو مسیر بندگیش. اصلا طبق معارف قرآن راه بهشت از جهنم میگذره. یعنی شما باید که برید بهشت باید از جهنم رد، همه باید رد بشن، همه، حتی انبیا، حتی اهل بیت. شما تو قرآن رو ببینید، قرآن میفرماید و ان منکم، هیچ یک از شما مردم، از انسانها هیچ کدومتون نیستید، و ان منکم الا واردها، مگر اینکه وارد جهنم میشید. و نظر الظالمین فیها جثیا، منتها ظالمین توش میمونن و مؤمنین رد میشن. همه باید از جهنم، اون صراطی که شنیدید که از همه باید روش رد میشن، صراط رو جهنم زده شده دیگه، و به تعبیر بعضی از بزرگان ما نه رو جهنم زده شده، از توی جهنم رد میشه. نه مثل این پل فلزیا و امثال اینا که رو رودخونه است، بالای رودخونه از توش رد باید بشی. که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر گریه کرد، چون پیغمبر دلسوز امته. مثل یه پدر وقتی برای بچهش میدونه یه راه سختی رو در پیش داره، پیغمبر گریه کرد. بعد از پیغمبر سوال کردن که آقا شما هم از جهنم باید عبور کنید، فرمود بله ما هم عبور میکنیم، اما جزنا و هی خامده، ما وقتی عبور از جهنم کردیم جهنم سرد بود. خب اینو من یه توضیح کوچولو بدم تا اون وقت شما ببینید عالم دنیا برای چی سختی داره. ببینید اون صراطی که تو عالم آخرت هست که همه روش رد میشن، بعضیا میافتن تو جهنم، اون صراطی که از توی جهنم هم رد میشه، نه از روش، از متن جهنم رد میشه،
اون صراط باطنه، صراطی است که تو این عالم دنیا داریم طی می‌کنیم تا به خدا برسیم. من از شما سوال میکنم، شما راه خدا، این راهی که هممون سعیمون این هستش که راه خدا رو بریم، این راه خدا کجاست؟ راه مثلا تهران شمال، مثلا تهران مشهد؟ راه خدا که راههای فیزیکی و مادی و جاده و اینجور چیزا که نیست. راه خدا در درون ماست. صراط، راهی که شما طی میکنی تا رشد بکنی، تا به قرب خدا برسی، آلودگیات کم بشه، پاکتر بشی، به خدا نزدیک. اینا همه در درون اتفاق بیفته دیگه. اینجور نیست که بیرون باید یه راه فیزیکی رو طی کنی، مثلا 100 کیلومتر بری مثلا نعوذ بالله به خدا برسی. اینجوری که نی. راه خدا روحیه، باطنیه، جسمی و دنیایی و بیرونی نیست. صراط آخرت باطن همین صراطی است که درون ما، شما این راه رو باید طی کنی تا خدا. خب این راه رو که باید طی بکنی، کجا باید طی کنی؟ تو عالم دنیا. شما تو این عالم دنیا این راهی که باید طی کنی، باید مواظب باشی تو هوا و هوس نیفتی، تو گناه نیفتی، تو تعلقات دنیا نیفتی، تو ظلم نیفتی. ببینید این راهی که میخوای طی کنی باید مراقب باشی تو آلودگی ها نیفتی. این باطنش میشه همون صراطی که تو جهنم نیفتی. این آلودگی ها، گناهان، ظلم ها باطنشون جهنمه. شما باید از اینا عبور کنی تا به بهشت برسی. شما اومدی عالم دنیا، عالم دنیا آلودگی ها و تعلقات داره، گناه توشه. اگه بخوای به خدا برسی باید از این جهنم عبور کنی، باید از این آلودگی ها عبور کنی، باید از این آلودگی ها عبور. انبیا چون پاک بودن، چون اهل آلودگی نبودن، فرمودن عبور کردیم در حالی که سرد بود. آتیش گناه ما رو نگرفته بود، آتیش آلودگی ها و ظلم ها ما رو نگرفته بود، سرد بود، از اینا عبور کردیم. وقت تو صراط آخرت همونجور که در روایت داره، بعضیا مثل برق عبور میکنن، یه لحظه، اونایی که هیچ آلودگی نداشتن به دنیا. بعضیا هستن که مثل اسب سوار، سرعت کمتر، این تو روایت داره ها، یعنی اینجوری عبور میکنن از صراط. بعضیا هستن مثل کسی که میدوه، باز یه مقداری سرعت کمتره. بعضیا پیاده، بعضیا افتان و خیزان، گاهی موقع معلق میشن، یه مقداری آتش جهنم میگیرین و دو مرتبه خودشونو میکشن رو صراط. بعضیا هم ان الصراط لناکبون، میافتن. تفاوت انسان ها تو عبور از صراط بسته به تفاوت انسان ها تو عبور از این راهی است که الان تو عالم دنیا دارن طی میکنن، که چقدر آلوده بشن، چقدر تو این آلودگی ها غرق بشن، یا میتونن دو مرتبه با توبه خودشونو برگردونن، دو مرتبه بیان تو صراط، یا اینکه نه اصلا به گناه آلوده نمیشن، انقدر پاک شدن که دیگه این راه رو سریع میرن. تفاوت انسان ها در عبور از صراط آخرت بسته به تفاوتی است که اینجا تو عبور از این راهی که داریم میریم تو عالم دنیا، از این جهنم داریم میریم. خب این سخت دیگه. ببینید من همه حرفم از اول جلسه تا اینجا این بود که راه بندگی سختی داره، مبارزه با نفس، مبارزه با شیطان، از این جهنم عبور کردن سختی داره دیگه. به قول حافظ چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. اول خیال میکردم خیلی راحت، اما ندانستم که این دریا چه موج یا اول دیوان حافظ که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اولش ولی وقتی میفته توش نه خیلی مراقبه میخواد، خیلی کار داره. اون چیزی که میتونه آدم رو موفق نگه داره که خسته نشی، استقامت، صبر. شاه کلید این مسیر اینه که نبری، خسته نشی. 10 مرتبه بخوری زمین، بلند شو 2 مرتبه، 100 مرتبه بلند شو. محمد ابن مسلم اومد به امام باقر گفت آقا ما خیلی از اوقات هی توبه میکنیم گناه میکنیم، توبه میکنیم گناه میکنیم، توبه میکنیم گناه میکنیم. آقا واقعا خدا میبخشه؟ اینقدر تکرار گناه، باز 2 مرتبه تو. امام باقر، امامتون، علامه عالم وجود، فرمود هر قدر شما توبه کنید، کلما عادت توبه عادل استغفار عادل مغفره، هر قدر از خدا طلب مغفرت کنید خدا میبخشه. خسته نشید.
ان الله یحب المفتن التواب. خدا دوست داره اون کسی که هی بخوره زمین هی بلند شه. اینا دیدید تو کشتی گاهی موقع میخورن زمین اما مایوس نمیشن. مایوس حالا فن خورده از حریفش خورده زمین، فن رو یاد گرفته، دفعه دیگه نمیخوره، باز دفعه دوم، سوم، چهارم. ان الله یحب المفتن التواب. خدا اونایی که میخورن زمین اما بلند میشن، خسته نمیشن، مایوس نمیشن، نمیگن خدا دیگه با ما کاری. خدا اینا رو دوست داره. خدا اینا رو دوست داره. و اینو عرض بکنم آخر جلسه است، بحثمو جمع بکنم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو این مسیر سخت اون چیزی که دست آدم رو میتونه بگیره علم تو، تخصص تو، مهارت تو، اینجور چیزا نیست. من آیت الله هم خودم بلدم چیکار بکنم، من نمیدونم روانشناسم، من علوم تربیتی خوندم، من متخصصم، این حرفا نیست. شیطان من بکنی شیطان بیشتر میزنتت زمین، چون سنخیتت با شیطان بیشتر میشه. شیطان متکبره، اون که منیت داره بیشتر شیطان اینو میزنه زمین. تو این دوره تو مسیر بندگی فقط باید اهل توسل بود، فقط باید دست به دامن اهل بیت بود، فقط باید دائم یا صاحب الزمان یا فاطمه زهرا یا امیرالمومنین شما دست ما رو بگیرید، ما زورمون نمیرسه. فقط باید این چنین بود. من خیلی جاها این رو نقل کردم اما اجازه میخوام تو این جلسه مقدس و محفل نورانی اگر اونایی که شنیدن باز یه بار دیگه بشنون. من یه چیز رو میخوام نقل بکنم از مرحوم آیت الله بهجت که آقازاده شون میگفت این رو، و لابلاش از مقام معظم رهبری یه چیزی که خودم شنیدم از ایشون. آقای آشخالی آقای بهجت، پسر آقای بهجت، ایشون میگفت 20 سال پیش یه کسی اومد خونمون مهمون شد، مهمان پدرم شد، یه رفیق قدیمی آیت الله فهری که با پدرم از جوانی تو نجف با هم رفیق بودن. اومد نشست به پدرم گفتش که آی بهجت، من و شما رفیق جدید نیستیم، از قدیم با هم 60 سال رفیقیم، منتها شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی. با آی بهجت گفت شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی، شما راه تو فهمیدی تا خدا، فهمیدی چی کار رو باید بکنی و رفتی. من سید اولاد پیغمبر خام بودم، بلد نبودم، تو باید دست منو میگرفتی، نگرفتی، حق رفاقت رو به جا نیاوردی. پسر آقای بهجت میگه دیدم بابام گریهش گرفت. آقای بهجت گریه افتاد که خب چون شوخی نمیدونست، اون میگه حق رو به جا نیاوردی یعنی یکی از حقوق رو ضایع کرده. گفت دیدم بابام گریهش گرفت، منقلب شد. آیت الله فهری، البته ایشون هم خیلی آدم بزرگوار و با عظمتی بود. آقای فهری گفت اما آقای بهجت اگه الان به من بگی بیا میخوام یه نسخه سیر و سلوک بهت بدم دیگه نمیام، چون به درد من دیگه نمیخوره. 80 سال من از عمرم گذشته، هرچی میخواستم بشم شدم، دیگه به درد من نمیخوره. اما امروز مهمونتم، از خونت نمیرم تا حق مهمان نوازی رو به جا بیاری. یکی از چیزایی که اهل بیت بهت دادن رو به من بگو، اینقدر هی پنهان کاری نکن. یکی از چیزایی که اهل بیت دادن بهت رو به من بگو. آقای بهجت که منقلب شده بود، پسرش میگفت منقلب شده بود و اشکش اومده بود بیرون. آقای فهری اگر کسی غیر از شما و غیر از این حرفایی که زدی بود هیچی نمیگفتم، اما چون شما هستی رفیق قدیمی و این حرفا رو زدی یه چیزی بهت میگم، و اون این که من خدمت امام رضا رسیدم، خدمت امام رضا رسیدم، نه در و دیوار و شبکه و ذریح که البته اونم خیلی ارزشمنده اگه کسی همونم بره، اما ایشون میگه من خدمت خود امام رضا رسیدم. من تو پرانتز عرض کنم مقام معظم رهبری یه جلسه ما خدمتشون بودیم، ایشون فرمودن که در اطراف مشهد ما یه روستایی هست که ما مشهدی‌ها بهش میگیم زقید، ازقد، که این ازقدی‌ها مال اونجا هستن. یه روستایی است. آقا میگفت که تو اون روستا، میگفت در گذشته مثلا فرض کنید 80 سال پیش، 70 سال پیش، به طور موثق مقام معظم رهبری داشت این نقل میکرد، واسطه هاشو گفت کی به من اینا رو گفته، من دیگه نقل نمیکنم طول نکشه. تو اون روستا یه خانومی بود، این خانوم از اینایی بود که مکتب داشتن که دختر بچه ها رو درس قرآن و نماز و اینجور چیزا یاد میدادن. قدیم که مدرسه نبود مکتب بود، اونایی که سواد داشتن مرد پسر بچه ها رو بهشون درس قرآن و نماز خوندن و این چیزا یاد میداد. اگه یه خانومی سواد داشت به دختر بچه ها، این خانوم مکتب داشت و به دختر بچه ها درس میداد و خیلی تشویقشون میکرد با جایزه.
هی جایزه میداد اگر کسی خوب قرآن میخون، مثلا نمازشو بلد بود، کلی خب پول لازمه. عالمی که تو اون روستا بود میگفت من تعجب میکردم که این خانوم خودش بی بضاعت، خیلی مالی، از جهت مالی خیلی متمکن نیست، از کجا میاره انقدر پول به بچه ها، انقدر جایزه میده؟ این عالم اون محل، همون ازغد، میگه از این خانوم یه مرتبه من پرسیدم که شما از کجا میاری انقدر به این بچه ها جایزه میدی؟ گفت میرم از امام رضا میگیرم، میرم از امام. این عالم خیال کرد که این خانوم از این آدمای ساده لوح شیرین عقله که مثلا از یه نفری میگیره خیال میکنه امام رضاست، خیلی اعتنا نکرد. اما میدید که واقعا این خانوم سخاوتمندانه داره دست و دلبازی میکنه، به بچه ها اینقدر داره جایزه و تشویقی میده. کنجکاو شد. یه مرتبه این خانوم که از اون روستا داشت میومد به سمت مشهد، این عالم هم اومد، یه جور ناشناس رفت تو مینیبوسی که تردد میکرد بین روستا و شهر، رفت اون عقب نشست طوری که نبینه این خانوم او رو. این خانوم اومد تو مشهد و راه افتاد به سمت حرم امام رضا علیه السلام. این عالم هم دنبالش رفت تو صحن مطهر وارد شد. این خانوم از اون دربی که مال خانوم ها هست رفت تو داخل حرم. این آقا وایساد بیرون تو صحن. طول کشید اومدن این خانوم، خیلی طول کشید. وقتی اومد بیرون، این عالم دیگه رفت جلو و سلام علیک کرد و اون خانوم هم گفت آقای فلانی شما هم اینجا هستی اومدی مشهد؟ اون عالم گفت بله. چقدر طول کشید شما زیارته؟ گفت حاج آقا امام رضا از تک تک بچه ها حالشون رو پرسید، حال فلانی چطوره؟ حال فلانی چطوره؟ حال بچه ها، تک تک بچه ها رو امام رضا حالشون رو پرسید، واسه همینم طول کشید. گفتم خب از امام رضا پول گرفتی؟ گفت بله اینها، دیدم دستش پر پوله. بعد برگشت همون خانوم به این عالم محلشون، گفت مگه شماها زیارت نمیرید؟ یعنی کار خودش رو عادی میدونست که خدمت امام رضا میرسه. خب من خدمت امام رضا رسیدم. گفت شما رو، یعنی او رو غیر عادی میدونست. میگم مگه شماها زیارت؟ به جان شما مقام معظم رهبری وقتی داشت این رو نقل میکرد خودش با یه حالت حسرتی گفت این خانوم چه دل با صفایی داره که خودش اونجوری خدمت امام رضا میرسه، بعد به اون عالم میگه مگه شماها زیارت نمیرید؟ آقای بهجت با آقای فهری گفتش که آقای فهری من خدمت امام رضا رسیدم، امام رضا 10 چیز به من داد، من یکیشو بهت میگم. امام رضا به من فرمود فلانی، مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ تا آخر الزمان پناه به امام رضا، پناه به امام حسین، پناه به مادرشون ببرید که همشون خاضع مادرشون بودن، همشون خاضع مادرشون بودن، پناه به او ببرید. الله اکبر. اگر میخواید شدت مصیبت حضرت زهرا رو ببینید که چقدر سنگین بود، از حالات امیرالمومنین شدت مصیبت رو بفهمید، از حالات امیرالمومنین. من چون میخوام کوتاه کنم فقط یکیشو عرض میکنم خدمتتون. امیرالمومنین علیه السلام وقتی دفن کرد حضرت زهرا رو، تمام که شد، به پیغمبر گفت فبعین الله تدفن ابنتک سرا، جلو چشم خدا دخترت رو پنهان دفن کردیم. به پیغمبر گفت فبعین الله تدفن ابنتک سرا. اول گفت اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد، از این به بعد حزن من دیگه دائمیه، دائم علی دیگه از این به بعد محزونه. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد، شب من دیگه از این به بعد دیگه خواب توش نیست، دیگه بعد از زهراش خواب توش. امیرالمومنین تو زیارتنامه‌اش داره رکن الاولیا، رکن الاولیا، السلام علیک یا عماد الاصفیا و رکن الاولیا. رکن یعنی ستون، ستون تمام اولیا امیرالمومنینه، اما ستون امیرالمومنین حضرت زهرا بود که وقتی حضرت زهرا به شهادت رسید خورد زمین. این ستون وقتی شکست، امیرالمومنین تو رحلت پیغمبر نخورد زمین، قش نکرد، اما تو رحلت حضرت زهرا این چنین شد. چون تا وقتی حضرت زهرا بود ستون دومش بود، ولی وقتی او به شهادت رسید امیرالمومنین خورد زمین. گفت دیگه از این به بعد حزن من دائم،
و خواب من دیگه از من گرفته شده است. بعد به پیغمبر گفت فبعین الله تدفن ابنتک سرا، جلو چشم خدا دختر تو سر و پنهان دفن کردی. من به نظرم این جمله رو وقتی اولیاء خدا خیلی بهشون فشار میاد این کلمه رو به کار میبرن که خدا داره میبینه، خدا داره میبینه، خدا داره میبینه من زهرا رو دفن کردم. این کلمه رو شماها اهل روزه ها هستید، یکی دیگه هم این کلمه رو به کار برده. امام حسین وقتی علی اصغرش تو دستش بود، من به نظر خودم سنگین ترین مصیبت برای خود امام حسین روز عاشورا این بود. حضرت علی اصغر چون مظلوم ترین کس تو عاشورا علی اصغر بود، بعد از خود امام مظلوم ترین کس او بود که هیچ پناهی نداشت، هیچی. حالا قاسم ابن حسن با اینکه لباس رزم نداشت اما یه شمشیر و سپر داشت. عبدالله ابن حسن شمشیر و سپر نداشت اما یه دست داشت که جلو شمشیر بگیره. اما علی اصغر حتی این هم نداشت جلو اون تیر رو بگیره. خیلی سخت بود، مظلوم ترین علی اصغر. خب امام مظلومه. امام حسین یک کلمه گفت هون علی ما نزل بی انه بعین الله. اون چیزی که این مصیبت رو بر من آسان میکنه که خدای تو داری میبینی، خدای تو داری میبینی، خدای تو داری میبینی. خدایا قسمت بدیم یک جمله دعا و عزیزمون انشالله به فیض برسونن. تو رو قسمت بدیم به حضرت زهرا و فرزند مطهرش ابو عبدالله الحسین علیه السلام، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.